خلقی آهو در ضبط کردنی اوی با دستی راست خنجر فریاد کرده آهو بهترینی آدم دادم به تت امروز از رای کعبه بگذر زیرا کی بچگانم چشم براه دارند تا میخورند شیرم بعد از نماز دیگر وقتی نماز بگذشت اشافی گناهان بچه در انتظار است مادر مدامی کافر سعید بگفت که سیاد این سید را رها کن بر جای این یک من 10 متریم به محشر سیاد بگفت که سعید اینجا بیا به پیشم عریضه کن تو بر منه بی نیست ختم